السلام ای پیشوای خوشترزی جان، السلام. سلام بر دیاری خاولینگی باستانی مرحبا، دست پیشی برگرفته گویمت خوش آمدی، نوری دیده تاج سر امام علی رحمان، السلام. السلام علیکم و علیکم السلام. سلام علیکم. جناب عالی قدم مبارکی گلبیز و گلریز شما را به ناحیه زیبا منظر خاولینگ مبارکباد می نمویم. من مادری 14 فرزند و 80 نبیره و عبیره می باشم. من خود را زنی خوشبخترین تاجیکستان می دونم. من قدم های مبارک شما را از تحت دل مبارکباد می نمایم. سلامت باشه. امام علی یا خضر باشد ببرد، تا که نرسد جبر و جفای بسرت، چون باغ همه بهره برد از ثمرت، به عرش رود به نیکنامی خبرت. خبر شما از عرش هم گذشتگی جناب عالی. ما مادران همه قرار و قانونهای شما که چی درباره تنظیم، چی درباره مسئولیت پدر و مادر و چی درباره آب منبع حیات دستگیری می نموید. مثال من مادر 3 فرزند وقتی که در سالهای پیش و پسرانم را به صف قوه‌های مسلح گسیل می کردیم، 3 تا گاو می کشتیم، با زنشون می دادیم، با 2 تا گاو دیگه می کشتیم و چندین مالی مایده دیگه با می بردیم به خانه خدا را. ما با شما به این قرارهاتان رحمت کلان میگیم. ما تشکر میکنیم که شما این قانونها را برآوردید. جناب عالی، اگر شما را 1 تا مادر زایده باشد، شما هزاران هزار مادر دارید. ما مادران وقتی که دستی پرسخاوت شما در سر مادران و یتیمان و بینوایان و موسفیدان دراز میکنید، همه دعای جان خود شما را میکند. جناب عالی، گپ بسیار همه شود نه که در مشروطه می رفتم که 2 تا موسفید را با یکدیگر گفتگو میکردن. یک موسفید به موسفید دیگر گفت فرزند ها چخیل سازی نغزی، چخیل فرزندا چخیلند، زندگی ها چخیلند. موسفید گشته میگوید که من 4 تا فرزند دارم اما فرزند ندارم. فرزندم فقط امام علی رحمان می باشد که الها و قدش خمچه تر نشکند. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشه مادر عزیز. موسفید دویم هم همین خیل. من خیلی پسرانم گفت کمتر مهربانند اما کلین ها غرغر میکنند. تمام همین موسفید دعا، هر دی موسفید دستی دعا برداشتن، تمام مشروطه دعا کردن، مادران گریه کردن، در حق شما دعا کردن. همین دعای پیران سالا و یتیما و همه که شما پروردگار در سر ما دائما باشید. جناب عالی، ما شما را به خاولینگ باستانی خیر مقدم گفته میخواهیم که یک خوشخبر دیگه هم دارم. یک باغچه دا زندگی میکنیم. باغچه ما باغچه طلایی میر سعید نیشکر شده است. آرزو داریم که سال آینده رهامان اصل میکنیم و شما را به باغچه خمان میطلبیم. سلامت باشه. یک جان تشکر. خاولینگ آباد و زیبا می شود، خاولینگ معوای دل ها می شود. کرد آباد این جهان صاحب هنر، خاولینگ مشهور دنیا می شود. در آخر به شما گفتنی هم که الله نظرت و با سازد نظرت، پرواز کنند مرغ همایون بسرت، هر جا که روی برار گیر از سفرت، فیض و برکت بریزه در بام و درت. جناب عالی، نمیخواهم که خیلی گپ دراز شود. من معمول کمپیری دروازی باره من خاله فاطمه میخواستم که به فروغ صبح دانایی بروم، نه برای پول شده، برای نمونه عبرت جوانان شده بروم. یکی از نورهای چشمم کم شده، نمینت ها ما تغییر کرده نتونستم. انشالله به امر خدا اگر که زنده باشیم از سال دیگه باز به فروغ صبح دانایی. سلام باشه. حسن خوش آمده جناب عالی. سلامت باشید. سلامت. فرزندار خانه‌دار کردی؟
البته همش فرزندان از نبیره ها را خاندار کرده سدیم. ما فرزندان را در روحیه وطن شناسی، خیشتن شناسی تربیت می‌نماییم. شکرانه میکنیم که چنین فرزندایی سلامت باشید. شما سلامت باشید. گفته بودید که اگر نیکی کرده نتونید بدی نکنید. ما فرزندانمون را نیکی کرده سلامت باشی خدا جان. سواباری سر ما باشی. حسن حسن آفرین. نمونه عبرت است. 14 فرزند تولد کرده تربیت کردن با در نزد راهبر دولت در نزد اینقدر 2,000 مردم آمده توی کرده از خانوکی نترسیده آزاده. من 74 ساله هم باشم که مهنت و خواندن را دوست می‌دارم. سلامت باشید. سلامت باشید. جاویدان باشید شما. جاویدان باشید مادر عزیز. خوشبخت باشید. در موی سرتان خار نزنه. حسن من شما را دوست می‌دارم. می‌دانید سیاست راهبر دولت نسبت به مادران، بر زنان، بانوان چگونه است. دوست می‌دارم. به زن به مادر دنیا نیست. برای یک کرته یگان چیزی دیگه پشت شمال نکشید. رحمتی کلام و سلامت باشید. حسن آفرین آفرین آفرین.